عشق هستی قبول نکند و زندگانی نخواهد. حیات در ممات بیند و عزت از ذلت جوید. تاریخ امر بهایی سراسر گویای حماسه جان باختگان است. هنوز هم زنان و مردان منقطع و پاک باخته‌ای در گوشه و کنار سرزمین محبوبمان ایران به جرم اعتقادشان به آیین بهایی از جان می‌گذرند. از خودگذشتگی این عزیزان از چشم هموطنان دور نمانده است و چه بسا زندانیان، زندانبانان، نویسندگان و شعرا را تحت تاثیر قرار داده به جا واداشته است.
زدند. من دیدم به چشم خویش، او را صدا زدند. آرام و با وقار، راضی و جان نثار، در عشق پایدار، از پله ها گذشت، قلب مرا شکست. او رفت، او رفت، از دیده غیب گشت. از دیده رفته است، از دل کجا رود؟ از دیده رفته است، اما از دل کجا رود؟ او را صدا زدن، از پله ها گذشت. او را صدا زدن، از دیده غیب گشت. وقت جدایی است، خدا حافظ. وقت رهایی است، خدا